های گایز، چطورید بچه؟ من بردی پیکسار هستم و خوش اومدید به کانال من. امروز اومدم یه آموزش بسیار خفن به شما یاد بدم. بچه امروز اومدم بهتون یاد بدم که چجوری بتونید یه ریسورس پک دستساز خودتون بسازید، مثل پیکسار پک من که قراره چند وقت دیگه ریلیز بشه، که مثلا من چیزهای خودم رو تغییر دادم. مثل اینجا حالا بهتون نشون بدم. مثلا دایموند بلاکش رو الان من دایموند هو که اصلا تغییر ندادم، مثل دایموند عکسش رو که من این شکلی خودم این شکلی کردم، شما هم میتونید همینطوری تغییر بدید. فقط کاری که باید انجام بدید، البته وایسید، اگه دارید از آپارات این ویدیو رو میبینید لطفا دنبال بکنید، اگه دارید از یوتیوب میبینید لطفا سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. بریم برای این ویدیوی خفن. بچه برای شروع باید شما دکمه ویندوز و آر رو بگیرید. وقتی که میگیرید یه صفحه به نام ران به وجود میاد که اینجا می نویسید اپدیتا درصد اپدیتا درصد. بچه من اینو تو دیسکریپشن گذاشتم، میتونید برید اونجا کپی بکنید و بذارید. خب اوکی رو میزنیم. وقتی که اینجا میاریم بچه یه صفحه میاد و بچه بین اینها باید دات ماینکرافت رو انتخاب کنید که همیشه بالاترینه بیشتر وقتها، چون سایزش بزرگتر از همه است. و وقتی که بازش میکنید بچه هیچ کدوم اینا رو دست نزنید به جز ورژن. وارد ورژن میشید، ورژنی که دوست دارید رو باید قبلش دانلود کرده باشید. مثلا من از تیلانچر استفاده میکنم، اونجا میرم مثلا نسخه 1.21 یا 1.8 اپتیفاینی که الان اینجا هست رو دانلود کردم. من یه دونه از اینا رو انتخاب میکنم هر جور که شما میدونید. و وقتی که این کار رو کردید بچه بین اینها بچه نوشته است اینا دوتای پایینی، دومیه بچه آرم جاوا هم روشه، اینو انتخاب بکنید نه بقیه. بچه لطفا بقیه رو انتخاب نکنید، اینو انتخاب بکنید. خب اینو که انتخاب میکنید اینجا میزنید شو مور آپشنز و این اکسترکت فایل رو میزنید و اینو بچه من میخوام تو درایو اف تو نیو فولدر اکسترکتش بکنم. بچه من اینو الان اکسترکت کردم، حالا میرم تو درایو اف هم نیو فولدر، میبینید 1000 تا فایل اینجاست. بچه بین این 1000 تا فایل هیچ کدوم استفادهتون نمیشه. شما کنترل و ای رو میگیرید تا همه رو انتخاب بکنه، بعد کنترل رو نگه میدارید و کلیک چپ روی اسنس میکنید. حالا کلیک چپ وقتی میکنید اسنس، همین اسنس بین بقیه دیگه انتخاب نمیشه. بچه 2479 تا فایله. آره ولی بچه الان این انتخاب نشده، بقیه رو باید پاک بکنید. دیلیتو میزنید و همه رو پاک میکنید به جز اون. حالا وارد این میشید و بچه مهمترینش تکستچرزه. وقتی که وارد میشید همونطور که من اول ویدیو پیش رفتم که بهتون نشون بدم، بچه بخش مختلفی داره. مثلا میرید توی گیو آی که بچه میتونید اینونتوری و کرافتینگ تیبل و این چیزها رو تغییر بدید و حالا کریتیو بودن، سروایول، اینونتوریشون چجوری باشه و این چیزها رو. توی آیتم میتونید آیتم ها مثل گلدن اپل، بید و دیگه دایموند پیککس و عکس و آرمور و این چیزها رو میتونید تغییر بدید. و توی بخش بلاک که بین این سه تا بچه مهمترین این سه تا که میتونید بلاک ها رو تغییر بدید. حالا من میخوام وول زرد و کاری که بکنم تغییرش بدم. بچه من یه چیزی که بهتون پیشنهاد میکنم، حتما با فتوشاپ باز بکنید که بتونید خیلی زیبا تغییرش بدید. خب من میام اینجا انتخاب میکنم، اینو میزنم و اینجا کدوم بود؟ ها من زرد رو انتخاب کردم و میام توی اینها من مثلا این شکلی کامل دوست دارم زرد بشه وول یلو. خب من اینو الان کامل زرد میکنم. وقتی که زرد کردم اینجا من کنترل و اس رو میگیرم تا سیو بشه. حالا که این سیو شد بیاید تو فولدر، اینجا میبینید که سیو شده. حالا من مثلا سوردم میام یه تغییر بدم، مثلا میام اینجا سورد
چرا عکسش باز شد؟ اینجا میزنم اینا و بچه من با فتوشاپ باز میکنم. بعد دست میگیریم کلیک راست میکنیم فیت اسکرینش میکنیم و من دوست دارم مثلا سردم اینقدر باشه و اینجا رو این رنگ رو انتخاب میکنیم، مثلا اینجاشو یه ریزه این شکلی میکنیم. خیلی زیبا شد، اصلا زیبایی در حد بوندسلیگا. نه آقا یه تر نزن بردیا جان. اوکی من اینو نمیدونم چیکار کنم، بذار سایزش بزرگ شد. اول فاز اینجا میگیریم باشه، سایز این خیلی بزرگه و من نمیدونم چیکار کنم. یه گندی زدم بچه اینجا شو، یه ریزه من قهوه‌ای تر میکنم، این شکلی میکنمش. بذار من یه دقیقه وایسید، من یه دونه اینجا رو این شکلی میکنم و یه ریزه عجیب غریب میشه ولی اوکی این شکلی میخوام باشه. مثلا سردم کنترل اس رو میزنم و سیوش میکنم. خب حالا سیو شد بچه ها. شما برای اینکه این ریسورس بک کامل بشه باید یک چیزی رو تغییر بدید، یعنی تغییر میگم یه فایلی رو باید اضافه بکنم. مثلا من چون که حوصله ندارم اون فایل رو اضافه بکنم بهتون پیشنهاد میکنم اون ریسورس بک هایی که من به شما معرفی کردم مثل حساملی و دیگه چیزهای مختلف، و چون ما دوباره ویندوز آر رو میگیریم، اپدیت ها وارد میشیم، میریم تو دات ماینکرافت و این بار میریم تو بخش ریسورس بک. بچه ریسورس بک هایی که من دارم مثلا میرم توی برمودا که ویدیوش اومده الان میتونید برید ببینید بچه، لینکش رو بالا گذاشتم چپ، میتونید الان ببینیدش. و بچه مثلا برمودا میبینید آرم داره، این آرمشو این پک دات ام سی. خب نها کنید من الان این پک دات ام سی رو میبینید یه نوشته. خب این نوشته رو اصلا نباید تغییر بدید، به جز مثلا دوست دارید اینجا من الان اینجا تغییر نمیدم بچه ما اینو فعلا تغییر ندید، اینو ما میگیریم اینجا میزنیم کپیش میکنیم، یه وقت از اینجا بر نداریدش و اینجا کنترل وی رو میزنیم کپی میکنیم. حالا من دوست دارم همون پکو، حالا من برمیگردم اینجا و دوست دارم اینشو بردارم و روی پک خودم بذارم. بچه اگه بخواید یه دونه عکس خوب بذارید باید بنویسید عکستون رو بعد حتما PNG باشه و وقتی که PNG باشه باید شما بنویسید پک، روش می پک نوشته میشه. بچه نمیدونم پک دات PNG یا پک امتحان بکنید، من امتحان کردم کار نکرد راست رو بخواید و به نظر من حالا این پک گذاشته، ببینید این پک کار میکنه الان. پک بنویسید به نظرم اوکی. آره بچه پک بنویسید درسته. ما اینو برمیداریم کپی میکنیم برمیگردیم به همون فولدر ریسورس بک همون و اینجا کنترل ویو میزنیم و میاریمش. خب الان ما این دوتا رو داریم، حالا الان میتونیم اینو تغییرش بدیم. اوکی الان میایم وارد نوتپد میشیم و اینجا میبینید، حالا اینو من پاک کنم اینها. بچه اصلا این چیزها رو دست نزنید به جز دو تا چیز. شما دوست دارید مثلا اینجا بنویسه بای مثلا بردیا پیکسل، این رو پاک میکنید اینجا پاک میکنید این رو و اینجا میزنید بایشو بچه بیشتر وقت داره میزنیم بردیا پیکسل. دوست دارید مثلا بنویسید بردیا پیکسل و بچه ورژن های مختلف داره ریسورس پک، برای اون ورژن باید ورژن های خاصه. فکر کنم یک بچه از 1.8.9 به با میرسه فکر کنم تا 1.16 1.12 ایناست. بعد حالا باید امتحان بکنید 5 مثلا میشد 1.21 و این چیزها. بچه تقریبا بیشتر وقتا بچه چون که ما میخوایم ریسورس پک های بدوارز درست بکنیم یک میذارید، چون که 1.8.9 و 1.8 بهترین برای PvP و بیشتر وقتی یک میذاریم. خب اینو بچه الان تغییر دادیم و ما کنترل اس فکر کنم باید میذاشتیم نه فایل رو میزنیم و اینجا سیو. بچه سیوش میکنید، اینو میبندید و دوباره اینو باز میکنید. چرا پک نوشته؟
آقا پک دات ام سی بود، پک ام سی بود یه حالت این شکلی. من وارد برمودا میشم. چرا پکه؟ نگو که ریدم، فکر کنم همه رو تغییر دادم. بچه پک نوشته همه جا. آره بچه پک دات ام سیه، یه حالت این شکلیه دیگه. من نمیدونم یه گنده فکر کنم دارم میزنم، خودم هم نمیدونم. بچه میزنید پک دات ام سی، فکر کنم این بود یا پک بود، نمیدونم یادم رفته. بذار همون پک باشه بود دیگه. آقا من گیج شدم یه ریزه. اوکی پک رو میزنید و الان پک ما الان کامله. ما اینو میزنیم، اکسترک میکنین، دوباره اکسترک اد تو آرشیو بچه رو میزنید و زیپش میکنید. حالا اسمش هم میتونید اینجا انتخاب کنید. من میخوام بنویسم مثلا بردیا، پک بردیا و الان اکسترک شد بردیا. بچه اینو میبینید. حالا ما اینو برمیداریم کپیش میکنیم برمیگردیم همون جایی که ریسورس بکا بودن اینجا و اینجا الان برمیگردونیمش. اینجا کنترل وی بردیا رو آوردیم. حالا ما باید ماینکرافتمون رو باز بکنیم. میایم اینجا مثلا سی ام کلاینت رو باز میکنیم، یکش نوش اینها. بچه میگید اسکین من عوض شده، بچه ببخشید یه باگی خورد، اسکین پرت شد، یعنی تغییر کرده و دیگه نیومد. حالا من دارم کاراشو انجام میدم دوباره درست بشه. خب ما الان وارد شدیم و اینجا بین ریسورس پک ها میایم اینجا باید بگردیم. اینجا برموداه و میایم اینجا اینها بردیا. بچه بردیا اومده، آرمش هم میبینید، آرم برمودا رو من گذاشتم و بای بردیا پیکسا. خب اینو من میزنم و الان یه دونه سینگل پلی میزنم، مود کریتیو و کریت نیو ورلد. خب بچه ما الان درستش کردم پک اینجا رو و اینجا باید اینها وول زرد و میایم بین سوردا، اینم سورد اینها. بچه تا آخر ویدیو با من همراه بودید، لایک کامنت ساب فراموشتون نشه و تا یه ویدیوی دیگه پیس اوت.